مردها به روز مرد نیاز ندارن، تشنه روز قدردانی هم نیستن، چون مرد آفریده شده تا تکیه‌گاه بشه. مرد براش مهم نیست چی کادو میگیره، چون مرد اومده تا دیگران رو خوشبخت کنه، اومده تا بشه ستون خانواده، اومده بسوزه تا روشنایی ببخشه. هیچ کادویی، هیچ گوهر گرانبهایی، هیچ مردی رو خوشحال نمیکنه جز آرامش خانواده‌اش. مرد برای مبارزه اومده، برای جنگ با غول زندگی، برای نبرد بی‌وقفه و بی انتها، برای به آرامش رسوندن خانواده‌اش، برای شکسته شدن غرورش اومده. همین که لبخند رو لب زنش بشینه، همین که شادی رو تو چهره دخترش ببینه، همین که سربلندی پسرش رو ببینه، همین که خواهرش بتونه بهش تکیه کنه، همین که پناه برادرش باشه، همین که مادرش باهاش درد و دل کنه، همین که وقتی پدرش نگاهش میکنه جون میگیره و جوون میشه، همینا برای مرد کافیه. همینا مرد خوشبخت میکنه.